در بهترین شکل خود راکن رول با موسیقی محلی ترکیب شده بود تا فرمی از موسیقی سنتی سفیدپوستان را به جوانان عرضه کند، مانند آهنگ‌هایی همچون بای بای لاو محصول 1957 و All I Have to Do Is Dream محصول 1958 از Everly Brothers که توسط فلیس و بودلو برایانت نوشته شده بود. در سال 1958 دان کرشنر دفاتری برای آهنگسازان و تولید کنندگان موسیقی در ساختمان بریل واقع در نیویورک احداث کرد که به قدرتمندترین نیرو برای موسیقی پاپ تبدیل شد. این جریان در واقع نماد بازگشت به دوره‌ای بود که در آن خوانندگان پاپ با ارکستر اجرا می‌کردند. In my arms when I want you, and all your charms whenever I